أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب استحباب تشمیت العاطس اذا حمد الله تعالی، یعنی باب در مسئله مستحب بودن دعای نیک کردن درباره عاطس. وقتی عطسه زننده عطسه که میزند تشمید گفتن، یعنی یرحمک الله گفتن، همین را میگن تشمید، دعای نیک کردن. اذا حمد الله تعالی، به شرطی که حمد الله را بگوید، یعنی که عطسه زننده اگر که بگوید الحمدلله، پس ما در جواب الحمدلله اون میگیم یرحمک الله. و کراهیت تشمیته اذا لم یحمد الله تعالی، و مکروه است دعای نیک کردن عطسه زننده در حق عطسه زننده اذا لم یحمد الله تعالی، اگر الحمدلله نگوید. مثلا در پیش یک کس میاد عطسه میزند او الحمدلله نمیگوید و تو میگویش که یرحمک الله، دعای نیکش میکنی، این مکروه است، این مخالف سنت است. بلکه او را میگوی که بگو الحمدلله، اول او الحمدلله بگد، بعد میگوی که یرحمک الله. و بیان آداب التشمیت، و همچنین باب در مسئله بیان آداب عطسه زننده هست، بیان آداب دعای نیک در حق عطسه زننده هست. دعا تشمید یعنی که دعای نیک در حق عطسه زننده. و العطاسی، و همچنین درباره عطسه زنی آداب عطسه زنی هست. و تثاؤب، همچنین درباره خمیازه کردن هست، آداب خمیازه کردن. عطسه زننده باید چیکار کند؟ آوازش برورد نبرورد، و خمیازه کننده چیکار کند؟ خلاصه در همین باره آدابش در این باب امام نووی رحمه الله برامون تقدیم میکند. خب اکنون چند حدیث میارد. حدیث اول این باب حدیث 877 کتاب ریاض الصالحین هست. عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان الله یحب العطاس، هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد عطسه زننده را، الله عطسه زننده را دوست می‌دارد. و یکره التثاؤب، و الله سبحانه و تعالی دوست نمی‌دارد یا نمی‌پسندد تثاؤب را، یعنی خمیازه کردن را الله جل جلاله نمی‌پسندد. فاذا عطس احدکم، پیغمبر میگه هنگامی که عطسه زد کسی از شما و حمد الله تعالی و الحمدلله گفت، کان حقا علی کل مسلم سمعه ان یقول له یرحمک الله. کان حقا علی کل مسلم، یعنی حق هر مسلمان است که سمعه، وقتی که میشنود عطسه زننده را که الحمدلله میگوید، ان یقول له، این که در جواب اون عطسه زننده بگوید که یرحمک الله، یعنی الله تو را رحمت بکند، زیر رحمتش بگیرد. یعنی که این دعای نیک را، این تشمید را باید بیان بکند. و اما التثاؤب فانما هو من الشیطان، اما خمیازه کردن میگه این از شیطان است، خمیازه کردن از شیطان است. فاذا تثاءب احدکم فلیرده ما استطاع، پس هنگامی که خمیازه کرد کسی از شما، فلیرده، پس باید برگرداند خمیازه کنیش را، یعنی پیش خمیازه کنیش را بگیرد مستطاع، چی قدر که استطاعت دارد، چی قدر میتواند، یعنی کوشش کند که خمیازه نکند، کوشش کند که پیش خمیازه کردن را بگیرد. فإن احدکم، چرا بگیرد؟ یعنی که ثواب پیش
خمیازه کردن را گرفتن چی است؟ میگه فإن احدکم، پس هر آینه میگه کسی از شما اذا تثاءب، هنگامی که خمیازه میکشد، خمیازه میکند، ضحک منه الشیطان، میخندد برای این بنده شیطان. یعنی که شیطان وقتی که میبیند انسان داش واز از کسی خمیازه کردی سی، شیطان به حال این میگه میخندد. این یه علتش، با علت دیگر هم است که اونها را بیان خواهد کرد. خب رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. خب بعد از این حدیث 878 و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید که اذا عطس احدکم فلیقل الحمد لله، هنگامی که عطسه زد کسی از شما پس باید بگوید که الحمدلله، الحمدلله بگوید. ولیقول له اخوه او صاحبه، پس باید بگوید برای این عطسه زننده برادرش یا که رفیقش، همسفرش، کسی که در برش است. یرحمک الله، یعنی که الله سبحانه و تعالی رحمت کند تو را. فاذا قال له یرحمک الله، و هنگامی که شنونده عطسه یرحمک الله میگوید، فلیقول، باز اون انسان عطسه زننده بگوید که یهدیکم الله و یصلح بالکم، یعنی که هدایت کند شما را الله تبارک و تعالی، و یصلح بالکم یعنی اصلاح گرداند احوال و فکر و اندیشه و عاقبت شما را. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 879 و عن ابی موسی رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید اذا عطس احدکم، هنگامی که عطسه زد کسی از شما، فحمد الله، پس الحمدلله که گفت، فشمتوه، پس دعای نیک کنید در حق اون انسانی که عطسه میزند الحمدلله میگوید. برای ما در نام باب خوندیم که مکروه هست که یا آدم الحمدلله نگوید، ما تشمیتش کنیم، یعنی دعای نیک در حقش بگوییم. پس پیغمبر گفت که کسی از شما عطسه زد و الحمدلله گفت، فشمتوه، پس شما در حقش دعای نیک بکنید. فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر که الحمدلله نگفت، فلا تشمتوه، پس شما در حقش دعای نیک نکنید، یعنی که یرحمک الله نگویید براش. یعنی که در حالت ما عطسه زننده در یرحمک الله میگیم که الحمدلله بگوید، اگر که نگفت پس ما دعای نیک در حقش نمیکنیم، یرحمک الله نمیگیمش. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 880 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت عطس رجلان عند النبی صلی الله علیه و سلم، میگه عطسه زد دو مرد در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فشمت احدهما ولم یشمت الاخر، پس فشمت یعنی که تشمید کرد، یعنی که الحمدلله گفت یکیشو، ولم یشمت الاخر، و دویمش یا که فشمت احدهما، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای نیک کرد در حق یکمش، یکتش، ولم یشمت الاخر، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای نیک نکرد در حق دیگرش، اون کسی که الحمدلله نگفته بود. فقال الذي لم یشمته، پس گفت اون مرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون را در حقش دعای نیک نکرد، اون دعوا کرد سین پیغمبر که یعنی که عطس فلان فشمته،
یعنی که عطسه زد فلانی پس تو دعای نیک در حقش کردی. و عطستو فلم تشمتنی، گفت من عطسه زدم تو دعای حق در حق من، دعای نیک در حق من نکردی. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم علتی دعای نیک نکردنش را گفت که هذا حمید الله، گفت این الحمدلله گفت، و انک لم تحمد الله، پس هر آینه تو الحمدلله نگفتی. یعنی کسی که الحمدلله که نگوید دعای نیک، دعای خیر، یعنی تشمید براش گفته نمی شود. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 881 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا عطس، هنگامی که عطسه میزد، وضع یده او ثوبه علی فیه، میگذاشت دستانش را یا لباسش را در دهانش. یعنی وقتی عطسه زنی یا دستش میمون یا یک پهلو، یک بگیم لوی لباسش میگرفت و در دهانش میگذاشت. و خفض، یعنی آرام پس میکرد خودش رو، او غض، یا که آرام میکرد خودش رو، بگیم خلاصه که آوازش پس میکرد یا آرام میکرد خودش، بها صوته، با گذاشتن همین یا به همین کارش آوازش رو، یعنی صداش پایان می آورد، تا اینکه بگیم عطسه زننده چون که آواز بلند میبرد اینطور آواز بلند نبراید، آوازش پس میکرد، میگه با دستانش یا که با لوی لباسش. شک راوی، میگه راوی شک کرده است. شک در کلمه همین خفضه یا غده، همین کلمه در شک کرده است. فهمو؟ شک در همین کلمه است، خفضه او غده. خفضه یعنی که پایان می آورد آوازش رو، او غده یا آرام میکرد آوازش رو. فهمو؟ خلاصه پایان کردن، آرام کردن، خلاصه که آواز بلند نبراید، آزار نتید. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن، حدیث صحیح. ابو داود و ترمذی این را روایت کرده است و گفته است که حدیثی صحیح می باشد. بعد از این حدیث 882 و عن ابی موسی رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت کان الیهود یتعاطسون عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، بود میگه یهود یتعاطسون، یعنی که خودشون مجبور میکردن برای عطسه زنی، یعنی که نمایان میکردن که گویا عطسه زده ایستند، با مثل عطسه زننده ها آواز میکردن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، در نزد پیغمبر. یعنی یهود مخصوص برای همین عطسه زنی پیش پیغمبر می اومدن تا اینکه پیغمبر بشنوه. برای چی کار میکردن؟ یرجون ان یقول لهم یرحمکم الله، میخواستن یهود که پیغمبر براشون بگوید که یرحمکم الله، یعنی الله شما را رحمت بکند. همین چیز را میخواستن از پیغمبر بشنون. برای همین خاطر پیش پیغمبر در می اومدن و مجبوری عطسه میزدن، خودش رنگ عطسه زننده میکردن، خلاصه تا اینکه پیغمبر همین سخن را براشون بگوید. فیقولو، اما پیغمبر چی میگفت وقتی که از یهود عطسه زنی را میشنید؟ اگر الحمدلله هم بگوید کافر رفت و بگوید، پس در جواب اونها میگیم که یهدیکم الله و یصلح بالکم، یعنی یرحمکم الله نمیگیم یا یرحمک الله نمیگیم، بلکه میگویم که یهدیکم الله و یصلح بالکم، یعنی که الله تبارک و تعالی شما را هدایت بکند و اصلاح بگرداند احوال شما را که از کفر بازگردید به ایمان، عاقبت کار شما را خوب بگرداند که در آخر مسلمان گردید. الله هدایتتون کنه. خلاصه وقتی کافر عطسه میزند، اگر رفت الحمدلله هم بگوید تو که از مسلمان یرحمک الله را بشنوم گفته این گپ رو، این کار رو هم بکند، پس ما چی میگیم؟ یهدیکم الله و یصلح بالکم، نه اینکه یرحمک الله. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است و قال حدیث حسن صحیح، و گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد.
بعد از این حدیثی 883 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه، هنگامی که خمیازه کرد کسی از شما فلیمسک بیدهی، پس بقپد با دستانش علافیهی بر دهانش، یعنی دستانش را در پیش دهانش بگذارد. چرا؟ فإن الشیطان یدخل، یعنی علتش در اینجا گفتن که علت دیگر هم هست برای پیش روی خمیازه کشیدن رو گرفتن و یک علتش خندیدن شیطان است، اما در این حدیث میگه فإن الشیطان یدخل، هر آینه شیطان می درآید داخل انسان وقتی که انسان دهنش باز میکند و خمیازه میکشد. وقتی این کار که میکند شیطان بگیم داخل انسان میشود. برای همین خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع میکند از دهن را باز کردن، یا که اگر هیچ مجبوری بعدم شدی دستات میمونی پیش دهنت میگیری تا اینکه شیطان ملعون نداره، یا که به حال دخندد. خلاصه هر این خطر کلان را دور میگردونی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. خب این باب به آخر رسید. باب نو، باب استحباب المصافحة عند اللقاء و بشاشة الوجه و تقبیل ید الرجل الصالح و تقبیل ولد شفقة و معانقة القادم من سفر و کراهة الانحناء. و باب در مسئله مستحب بودن دست دادن در وقت دیدار، یعنی دست به دست سلام کردن، و بشاشة الوجه یا بشاشة الوجه یعنی که کشاده روی نشان دادن، یعنی که وقتی انسان رو میبینی میگم دروش خندیدن، میگم خوشحال خطن نشان دادن، اگر نسترین تم نباشد و حالت هم خوب باشد کم تا بگم دروش روکشایی بگم نشان دادن، و بوسه کردن دست مرد صالح و بوسه کردن فرزند از روی مهر و محبت، و معانقة القادم من سفر و با آغوش گرفتن انسانی که از سفر برمیگردد، کسی که از سفر میاد بگیم با آغوش کشیدنش، با آغوش گرفتنش، و کراهة الانحناء و مکروه هست، مکروه تحریمی است خمشیدن، که انسان پیش یک کس خم شود رنگ مانند سجده بری میشود، مکروه تحریمی است و حرام است و جایز نیست. خلاصه این باب نو است. این باب رو انشاءالله حدیثاش درس آینده خواهیم گرفت. این بود درس امروزمون. با همین درس امروز را به پایان میرسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.